سلام بچه ها. آره لبخند بزنید. صحبتاتون چرا تا من شروع میگید؟ همه ساکتن. حرف بدید بزنید. میخوام فیلم بگیرید. دارم زوم کردم. بیا زومه بیا ایده مردم برای اون لبخند یکوندش. رفت نه دیگه بسته. امروز بچه ها روز شنبه 8 ژانویه 2010 تولد صبا دختر حسین آقاست. منظر حسین آقا هستیم در خدمتشون. اون موقعی حکومت جوری اون بالا بوده خلیفه رضا اینا میفرسته ایران بس سیاسی نگید میخوام همه کار کنم. سوال حکومت اسلام نادر میارن سوال میکنن گرون ارزون خیلی عاشق گفتن اینا خوبن که میشه دو روز بعد نیست یکی مثلا نهار رو چیزی رو بردن تعریف می‌کردن. جیده. نمیگم صریحاً خطا می‌کنه. بالاخره وضعیت رو شهریار می‌بینین داره خفه میشه بنده خدا انقدر خورده. این بچه‌ها هم که می‌بینید دارن پلی استیشن بازی می‌کنن. بچه کوچولوها این آقا پسرم که می‌بینید میخواد با موتور شما کورس بندازه. ولی بعید می‌دونم به جایی برسه. الان ماشینش یه تیکی بوده قبل از اینکه تو مسابقه تصادف کنه. تصادف کنه؟ من با ماشین خودم تصادف نکردم. ماشین مامانت سبا سبا چه لباست خوشگله. سبا نگاه به شرس چای کیک می‌کنی؟ نه مرسی. چرا؟ ریحان چای کیک می‌کنی؟ تیر میشه باید یواش یواش درس همون بوده باید این یه چند چینی پیدا بریم فیزیوتراپی رفتم خوب شدم ولی الان دوباره داره شروع میشه. همه جواب درست شد. این بود خوبی هم نیستیم؟ قربونت برم مسیمین عزیز دل مسیمین ریقو خیلی خوشتیپ شدی با این بازی. خیلی این رنگا بهش خیلی لند داد دیگه. رضا یه عکس داره 6 ماهگی بغل تلویزیون خانه خاله مریم کرمانشاه. دیدم عکسشو. میدونی کدوم میگم؟ شلوار جافی قرمز کردی تنشه لباشو قرمزی این پف چیز لباسش رنگی هم قرمز انقدر خوشگل و عکسش قش میره دلم براش هنوزم دلم قش میره براش. قربون شما. داد بشم عزیزم. هر فرودگاهی میرفتن هر چی میرفتن همشون در مورد صدا میدن یارو میگه کفشه چی همه تو زور زدیم به تلویزیون. یه آهنی توی عیارش میدن یه دونه اینطوری خیلی باله یعنی نشون چقدر محکمه کرد هر وقت تحقیل بس تحقیل فیلم نه فیلم ایران نبود کپیراش چلیه آره کپیراش چلیه میگم امام نشون داد برای مس اصلا یعنی امام نشون فرق نکرد بودن بعدم دوباره بعدم که برگشت من داداش امام هم بود که برگشت